ساعتی پیش خبری عجیب و غریب در رسانه ها منتشر شد و خبر این بودش که اتباع خارجی که میخوان به ایران سفر بکنن دیگه مهر ورود و خروج توی پاسپورتشون نمیخوره. امروز میخوایم پشت پرده این خبر رو منتشر کنیم و اونجوری که مسئولین گفتن برای تسهیل صنعت گردشگریه و به خاطر این هستش که چون امریکا ایران رو تحریم کرده، اگر اتباع خارجی بخوان ایران بیان و اگر مهر ایران توی پاسپورتشون بخوره دیگه ویزای امریکا بهشون نمیدن. به خاطر همین خیلی از گردشگرا ایران نمیان. ما هم میخوایم این حرکت رو بزنیم و مهر توی پاسپورتشون نزنیم که اینها بتونن به کشورهای دیگه هم سفر بکنن. بریم این صحبت‌ها رو بشنویم. جذب بیشتر گردشگرای خارجی و به لحاظ اینکه ایالات متحده آمریکا متاسفانه در برنامه‌های تروریستی اقتصادی که در دست گرفته و دنبال میکنه، هر کسی که به ایران میاد به نحوی این افراد ممکنه بترسن بعداً مورد به هر حال ظلم و همین تحریم‌ها هم قرار بگیرن. در همه فرودگاه‌ها رئیس جمهور امروز دستور دادن که گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت بتونن به ایران بیان و خب این اتفاق میتونه گردشگر بیشتری رو به ایران بیاره و افراد بتونن بدون واهمه و به راحتی به ایران سفر بکنن. قرار شد که تعمیراتش به زودی آماده بشه و در همین فرودگاه کشور این اجرا بشه. آدم این صحبت‌ها رو میشنوه، تنها سوالی که توی ذهنش میاد این هستش که شما به فکر مردم خودتون نیستید، بعد به فکر گردشگرایید و چی شده حالا اینقدر دولت دلسوز گردشگرا شده؟ به خصوص گردشگرای اروپایی. یک آمار جالبی میدم که مسئولهای خود دولت و افرادی که زیر نظر امثال آقای ربیعی و دولت دارن کار میکنن اعلام کردن که 4 کشور اولی که گردشگراشون وارد ایران شدن در سال 95 و 96 و 97 طبق آمار این کشورها هستن. کشور اول عراق هستش با 1,236,000 گردشگر. کشور دوم جمهوری آذربایجان با 619,570 گردشگر. افغانستان رتبه سوم داره با حدود 400,000 گردشگر و ترکیه هم حدود 330,000 گردشگر داره. پس طبق آماری که خودتون اعلام کردید تا سال 97 98 هم که آمارش رو اعلام نکردید، 4 کشور اول همین کشورهای اطراف خودمونن، نه کشورهای اروپایی. حالا چی میشه که این دولتی ها انقدر دلسوز گردشگرا میشن؟ جلوتر پشت پرده هاشو میگیم. پشت پرده این آقای ربیعی هم به عنوان سخنگوی دولت هم در انتهای این ویدیو میگیم. بریم صحبت‌های آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور که انقدر دلسوز گردشگرا هستن بشنویم، بیام جلوتر یه سری نکات جالب‌تر بشون. نفت زدایی از اقتصاد با توسعه صنعت گردشگری. معاون اول رئیس جمهور که امروز به مراسم افتتاحیه 8مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته رفته بود، از نگاه ویژه دولت به گردشگری به عنوان منبعی مهم برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، تحقق رونق اقتصادی و حفظ روند رشد اقتصاد کشور در شرایط کاهش شدید بهای نفت گفت. حالا پشت پرده این دلسوزی‌ها اینجا مشخص میشه. رانت برادر معاون اول آقای رئیس جمهور آقای جهانگیری، رانت برادر ایشون که الان داشت دلسوزی میکرد افشا شد و مشخص شد که این گردشگرا به خاطر این هستش که پشت پرده خودشون بخوان یه حرکتی بزنن. این ویدیو رو ببینید خودتون دستتون میاد که چقدر دارن تسهیلات به گردشگرا میدن و این گردشگری ها آیا پولش تو جیب مردم میره یا پولش تو جیب این افراد؟ ببینید این ویدیو رو. شعار عدالت‌خواهی جهانگیری زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که نام مهدی جهانگیری برادر آقای معاون مطرح می‌شود. مهدی جهانگیری معاون سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت نهم که به دلیل حاشیه‌هایی که ایجاد کرد با اعتراضات مراجع تقلید مجبور به استعفا شد و پس از استعفا شرکتی با عنوان سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا را با 20 میلیارد تومان و با حمایت اسفندیار رحیم مشایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس می‌کند. ظرف مدت کوتاهی 6 شرکت اقماری بزرگ از جمله بانک گردشگری نیز توسط او با سرمایه 600 میلیارد تومانی و با حمایت‌های دولت وقت تأسیس می‌شود. آقای معاون اول که مدعی اتلاف میلیاردها دلار درآمدهای دولت قبلی است، موضعش نسبت به رانت‌های برادرش در دولت قبل چیست؟
تخلفات ایجاد شده در بانک گردشگری این مجموعه را به مرحله انحلال سوق می‌دهد. اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت 11 ورق برمیگردد و نه تنها به تخلفات بانک گردشگری رسیدگی نمی شود، بلکه شرکت سمگا هر روز گسترش می یابد و مهدی جهانگیری به لطف حضور برادرش بر مسند دولت و حمایت‌های شریک و نماینده با نفوذش جواد پالیزدار به مرد شماره 1 صنعت گردشگری ایران بدل می شود. انتخاب او به عنوان معاون اتاق بازرگانی با لابی برادر تسلط او بر بخش گردشگری کشور را قطعی می کند. آخرین نمونه این تسلط اعطای 31,000 متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین المللی امام و انحصار 25 ساله بهره برداری و ساخت مجموعه هتل‌های بین المللی فرودگاه امام است که به شرکت او واگذار می شود. حالا بهتر میتوان علت تمرکز جهانگیری در مناظرات بر مسئله گردشگری را درک کرد. با افزایش گردشگری شغل ایجاد میشه. این کشور بهترین زمینه برای گردشگری وجود داره. بکنم تا اینجا دستتون اومدین که چقدر اینا دلسوز گردشگران و از اون طرف چقدر دلسوز مردمن. بعد جالبتر از اون هم این هستش که کلا دور همن دیگه، یه جوری همدیگه رو کاور میکنن هیچ کسی نمیفهمه پشت پرده چیه. همین آقای ربیعی خودش تا چند ماه پیش وزیر بود، با چه افتضاحی از تو مجلس استیضاح شد. جالبه اون راجع به نماینده‌ها افشاگری میکرد، نماینده‌ها راجع به این وزیر افشاگری میکرد. کلا یه سفره پهن دور هم دیگه دارن نمیخورن. نمیدونم، بریم این صحبت آقای ربیعی و نماینده مجلس هم بشنویم بیایم. خالی از لطف نیست. شما وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رو بفرستید در خصوص فرزندان آقای ربیعی که امروز میگن اصلا فرزندان من در جریان هیچ چیز نیستن، برن بررسی کنن. پشتی تریبون به شما عرض میکنن اگر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در خصوص کارهای اقتصادی اینا پرونده عریض و طویلی که امروز مشکلات اساسی ادارتون است و این پدر رو دوچار بحران کرده به شما ارائه نکردن، آقای پزشکیان اون روز شما در نظر کنید. آقای پزشکیان، خانمی که به نام زهرا پزشکیان هست، مسئول فاینانس شرکت پتروشیمی جمع، چه ارتباطی با شما داره؟ هیچ موضوع فرضی با آقای وزیر نداشتم و نخواهم داشت. من از روز اولی که ایشون معرفی شد مخالف بودم. دختر من در پتروشیمی جمع کار میکنه، لیسانس نیست، فوق لیسانس، مسئول نیست. یه پروژه‌ای رو گرفتن تو این فضای مجازی زده بودن 10 میلیون حقوق میگه، دروغ میگیرد 4 میلیون تومان حقوقشه. فوق لیسانس شیمی از دانشگاه شریف در پتروشیمی جمع قبل از این آقایون کار میکرده. حالا این معنیش اینه که من راندخارم؟ اگه این حرفا رو آقای پور ابراهیمی میزنه میخواد در بیاریم ببینیم بچهای اونا و دار دستشون تو این سیستم ها بیشتر درگیرن یا بچهای من؟ این حرفا چه آدم میزنه؟ برادر پور ابراهیمی، آقای کهنوجی رو میشناسید شما، رزومش دست من چیکار میکنه؟ اگر ایشون مدیر عامل مصر میشد مشکل شما با من این چنین ادامه پیدا میکرد. آقای پور ابراهیمی، این نامه مال من نیست آقای رئیس. ببینید این نامه رو کی نوشته؟ اطلاعات نیروی انتظامی نوشته. من فقط نامه یک زن مظلوم رو میدم شما بخون. یک دختر مظلوم که برجسته است رئیس بهزیستی سبزوار. ببینید چجوری داره استیضاح میکنه شما رو. فشار فشار فشار، اینو یا بردار یا من تو رو استیضاح میکنم. و میاد تو اتاق من جلوی چشم من، از عبادم نمیترسه. یه وقت یه علی ربیعی عباد پشتشه، اما منم نمیترسه. میگه سالی 400-500 میلیون به حساب این بریز، بعدش هم نه به فقیر فقرا بده، به هر کسی که من میگم بده. آقای پور ابراهیمی، هر یه سیت هیئت مدیره داریم تو منو بیچاره میکنی تو اون استان، دائم شبکه میچینی تو اون استان. خدا شاهد نمایندگان یاد نگرفتم در 40 سال عمرم این حرفا رو بزنم، به خدا نمیخواستم بگم. اما آقای پزشکیان دخترش قبل از من اونجا پروژه داشته. ای داد، ای اسلام، قبل از من اونجا پروژه داشته، اصلا ربطی به دوره من نداشته.
شما یک دختر مسلمان مؤمن شاگرد اول فوق لیسانس که قبل از دولت من اونجا پروژه داشته کار میکرده، من سر کار نبودم تو اون دوره، این چنین نگید. نمیخواستم بگم، من آقای رئیس مجلس نمیخواستم عنوان بکنم، من فقط نامه یک زن مظلوم رو میدم شما بخون، یک دختر مظلوم که برجسته است رئیس بهزیستی سبزوار. ببینید چجوری داره استیضاح میکنه شما رو، فشار فشار فشار، اینو یا وردار یا من تو رو استیضاح میکنم. و میاد تو اتاق من جلوی چشم من، از عبادم نمیترسه. یه وقت یه علی ربیعی عباد پشتشه، اما منم نمیترسه، میگه سالی 400-500 میلیون به حساب این بریز، بعدش هم نه به فقیر فقرا بده، به هر کسی که من میگم بده. به خدا خجالت میکشم از شهدا این حرفا رو زدم. و صحبت پایانی این هستش که دوستان مسئول، کسان پشت پرده رو دست کم نگیرید، بعدش هم با قیافه مظلوم نیاد جلوی دوربین بشینید اینطوری بگید که ما بخوایم خدمات به اتباع خارجی و گردشگرا بدیم به خاطر همین مقر لامصبا نمیزنیم. پشت پرده یه چیز دیگه است. این ویدیو رو به اشتراک بذارید که همه دوستان هم با خبر بشن که پشت پرده این گردشگرای خارجی چی هستش. مرسی که با ما بودید. سپاسگزارم.